بیننده‌های عزیز سلام، وقت شما بخیر. از برنامه نمک و فلفل به خدمت شما. امروز گزارش داریم در رابطه به بعض برادرایی که بیخبر میرن به تالارا. سویجی امروز همین همراه ما باشیم. یک برادر به کنار ما هستم، از اینا پرسان میکنیم. لالا جان مونده نباشیم. سلامت باشیم برادرم. زنده باشیم. برادر جان، داستان که ما بگفتم شما بشنیدیم. به نظر شما کار خوبی میکنن بعضا جوانا، بعضا برادرها به یک تالار خبر نیم، بی خبر. اگه به تالار خبرم، فکر کنیم خبرم، با میرم 20 تا دیگرم برات خو میبرم. سیکو برار خوب گردم. این کار اشتباهه. به خاطر از اشتباهی که انال همون مسلمانی که نون تیار میکنه برابر همون خبریایی که داره خود خبر میکنه دیگه. بیشتر از این دیگه توانی نداره که باز هم که مثلا که خبر کنه اگر 10 نفر دیگه اضافه بیای که نونی کم میای یا نمیای. نگفتم بیننده‌های عزیز، من میگم همین گپه. یک نفر خبره میره 5-6 تا دیگر بی خبر میبره. با یک نفر خبر نیه میره را تیر میشه، میبینه در تالار وای خرپت خود میندازه، میره به میز میشیره. خوش آمدید، تبریک باشه، مبارک باشه، ادورو. خب شما براریت روز شده باشه که برفته باشیم به خبر باشیم به مو تالار، مثلا همسایا رفیقا خور ببرده باشیم. نه این کارا که ما به کل نمیکنم. ما چرا همسایه و رفیقا خور ببرم برار خوب گردم. آفرین بزی جوان، واقعا آفرین. هم مرتکه که مر خبر کنه درسته؟ بله. مثلا اگه بام تعداد من انتیار میکنه، اگه من 4 تا رفیق یا 10 تا همسایه خور به دنبال خوب نزن کنونی کم میاد دیگه. این کار که به درد نمیخوره برار خوب گردم. زنده باشیم. بسیار تشکر از شما. خود ما پریشای به محفل خبر بودم. خب ببخشیم پس نه که نه. خود ما پریشای به محفل خبر بودم. خب بفهمیدین من خبر کردم به تالار. خب به خونه شیشته بودم، دیدم با ما میمونم. کسور بیرا ما بوده بچه خاله‌ام. بیام آدم اینجا به شیشتم. برای از اینا گفتم رفیقا ما که محفل خبرم به تالار. اینا هم وردشون خود خوب بردم. براتون همین جنونو بخوردیم. مونتا به زینا گفتم خودی من نیاییم. خود به وسط همین مردم گات کنین که مردم نفهمه شما خود منی. گدوات کردم خود به وسط مردم براتون به داخل رفتیم. دیگه 6 نفر نبودم، یکم بودم 7 نفر دیگه. کارای نمیکنه برو خود. شما به خونه شما میمون میدید اونا رو به تالار بردین نون دادین. خب من خبر کرده بودم دیگه اینا چیکار میکردم، اینا کپرتو میکردم. بیننده‌های عزیز بریم پیش یک آدم دیگه. گپا از یه آدم تایید نکنیم. شما همراه ما باشین. بعضا برادرای کار نمیکنن. بیننده‌های عزیز، او برادر که دیدیم که چی گفت، بازم در کنار یک برادر دیگه هستیم. لالا جان مونده نباشیم. زنده باشیم لالا. برادر جان ببخشیم برادر من. بفرما. ما سوجی امرو ما در رابطه به 2 شخصه. خب بعضا برادرها به تالار به عروسی‌ها خبرم. خب یا به ختم قرآن خبرم. میرم 1-2 نفر 5 نفر دیگر هم اضافی خودی خود بی خبر میبرم. این که یک شخص. یک شخص دیگه خبر نیه میره به تالار میره یا به مون محفل میره، نون نوش جان میکنه و چوب 22 بیری میشه. همه شخصا به نظر شما کار خوبی میکنم یا کار گنده؟ ولو من یک چیزو برای شما بگم لالا جیگر. اصلا اسم شریف خور بگم شما. خب یعنی برنامه پخش میشه. بله یا اسمم جبار مفخور. جبار مفخور. بله. خب ما از اون از این گپا میگیم، اینا لالا میگم جبار مفخور. خب بنال شما بگیم همین جواب سوال من. همین جوانا کار خوبی میکنن؟ کار خوبی نمیکنم. واقعیت بگم اگر ما حالا به اون جوانایی که این کارا میکنن ما کار ندارم. ما باور کنیم تعداد نفر رفتن به تالار تعداد ما کمه. ما کلا 3 نفریم. یعنی باور کنیم اگر تا حالی شده 4 تا نشده، از ما کلا 3 نفریم، 3 تا رفیقیم. وقتی که چاش میشه یک مسیر میریم، شوک میشه یک مسیر میریم. وقتی که به داخل تالار داخل میشیم با احترام و با عزت به صاحب محفل احترام میگذاریم. السلام علیکم. احترام بهترین چیزه. شما هم اگه یک وقتی رفتیم احترام حیات شما نره. ما 3 نفریم که صاحب محفل نفهمم که شما بیخبره. دیگه ما کنه میشه کلی خود تامین نظامی تو شد کذا برای متا تالار عزت احترام به آدم به صاحب محفل میگیره دیگه به خاطر همون نونیو. بیننده‌های عزیز شما همون مطلع نشنیدین؟ میگه چاکن اول فکر دوله میکنه بعد میره شروع میکنه به چاکندن. اینا داستان شما واقعا جالبه. شاید این تخور برار بخشش باشه. این تخور
بلا مردم هم قطعی کنید همه که جمعیت داخل میشن به تالار که شما به قول نشناسن. خب بس این جگاهی که اگه 4 تا غریب به داخل تالار بره ما خود 4 تا غریب ما نمیریم. مستکیم که کمک اونایی که ایت پول دارم اونا که وارد بشن خب بلا فاصله صاحب محفل به آدمای پولدار احترام زیاد میگذارم. ما و شما میفهمیم. ما شونه به شونه از اینا احترام میریم که کسی با ما شر نکنه. تشکر از شما. بیننده‌ای از اون شخصایی هستم که اینا بیخبر کسی نمیبرم. فقط ما 3 نفریم. باور کنیم برای شما قول میدم که از 1 قوری تالی نشده که 2 قوری شده باشه. بریم بخیر باشین برادر من. بریم بخیر باشین. میگم لالا صبر کنید. ما امروز به این دست ما 3 نفر میمونه. شما دوتا اگر داخل دوربین ما میبینیم شما دوتا باز بیایم اینجا. خدا. بریم سیه بریم. خدا. بیننده‌ای عزیز ما میگم که کسی بیخبر به تالار نبره. این لالا میگم ما 3 نفره همراه ما باشین شما. بیننده‌ای عزیز ما در کنار یک برادری هستم که اینا در کنال واقعیت میگم چون آخرین نفر اینایم، اما سیستم و کرکتر از این لالا نمیخوره که اینا به عروسی خبر باشم و کسی خودی بیخبر ببرم. و یک چیز دیگه قیافی از اینا به زیم نمیخوره که بیخبر به مو تالار درورم برم نون بخورم. برار سوژی امرو در رابطه به می برادرایی که خبر نیم به تالار میرم. بازم برادرها خبرم مثل شما مثل من مثل یک دیگه 3 4 5 نفر دیگه خودی خود به طور رفاقت به مو عروسی میبرم. مسلمانایی که نون تیار میکنم به مو خبریا خو اندازه مو میمونار میگیرم، لیست میمونار میگیرم. نون اینا کم یا ابروریزیه. به نظر شما کار خوبیه؟ اول معرفی میکنم خود من سیفو برار سمدم یک تنه شهروندان میشهرم. خیر بینیم برار تشکر از شما که ایت سوژی انتخاب کردیم. باور کنیم من یک هفته پیشتر عروسی برار میگم. خود شما که خبر داره ما رو تارالا بیشتر غریبه است. یعنی اعتداد خبری خو میری میگی همون زنون به تو تیار میکنن غریبه است. بله. ما برار به اجازه شما 55 قوری نون اضافتر از تالار استوندیم که اونا هم نداشتم. از رستورانت ها و از دیگه تالار ها کباب رفتم آوردم که حداقل هم اسمی و باشه. 55 قوری نون اضاف ما تیار کردم به خاطری که جوانا ببخشید برای جلوی سوال شما رو میگردونم. یعنی منظور شما از اینه که 55 قوری نونا شما کم آماده؟ کم آماده. سه کنیم ما 250 قوری نون سفارش داده و ما 55 قوری نون هم تالار به عرض و التماس که ما کردیم که ابرو ما نره نصف میمونا ما بی نون شیشته و ما 55 قوری نون اضافتر تیار کردم. او هم نداشتم از دیگه جا آوردم. ما جوانا خواهشمندم اگر شما به تالار خبر نیم بی خبر به تالار داخل نشیم و او جوانایی که به تالار به عروسی خبریم به شما یک کارتی میارم شما 3 4 تا دیگر با بیخبر خود نیاریم. آفرین. انا حال داستان آخرت پیدا کرده بیننده‌ای عزیز. همین گپ که لالا گفتم واقعا تاییده. این کار نکنی ابرو یک انسان نبری کار خوبی نیه. شما جوانا بیخبر جلوی کلام شما میگیرم معطل بشینیم که یک ختم قرآن عمومی پیدا شه. اگر شما خبر کردم خوب تا واقع نکردم نون خور بخونه خوب بخوریم. صحیحه؟ زنده باشید. بیننده‌ای عزیز وقت برنامه به پایان میرسه تا هفته بعد کی پخش میکنیم برادر؟ کپ مفنز برو صبر کن. بیننده‌ای عزیز وقت برنامه به پایان میرسه. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم تا به هفته بعد. شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. خدا نگهدار شما بخیر باشید.